سلام. امروز قراره یه پاگنده درست کنیم، پس جعبه مورد نیاز رو آماده میکنیم. آها اینه. فکر نمی‌کنین یه خود کوچیک باشه؟ خب شاید قراره یه پاگنده کوچولو بسازیم، یه پاگنده ریز و میز و با مزه. اما اول باید طراحی کنیم. فرض میکنیم میخوایم یه پاکت شیر رو به یه پاگنده تبدیل کنیم. واسه این کار باید 2 تا پا، دماغ، گوش، دستها، انگشت‌ها و ریشش رو رسم میکنیم. اینجوری. اول در پاکت رو به کمی چسب آغشته میکنیم و میچسبونیم. حالا باید یه چیزایی رو روی مقوا ترسیم کنیم. برای این کار حتی یه صفحه مقوای کوچیک هم میتونه کافی باشه. چشمها و دماغش در وسط. گوشها در هر دو سمت. پاها در پایین. و دستها در بالا. حتما قرار نیست همه چی عین هم باشه. پس من این یکی دستشو بزرگتر میکشم. پایینشم یه دم کوچولو. حالا با ماژیکم خطهایی که کشیدم رو تیره میکنم. اول با مداد بکشید تا اگه اشتباهی کردید بتونید اون رو اصلاح کنید. وقتی از کار مطمئن شدید با ماژیک خطهاتون رو پر رنگ کنید. من قبلا اونا رو برش دادم و خیلی هم عالی شدن. حالا پاکت رو میارم و اونا رو بهش میچسبونم. بیارید ببینم. یکی یکی میچسبونیمش. اول از همه چشم و دماغ. یه مقدار چسب به چشم و دماغش میزنم. میچسبونمش اما دماغش رو یه خورده بالا نگه میدارم. حالا گوشاش رو تا میکنم و بعد یه خورده چسب بهشون میزنم. حالا هر کدومو به یه طرفش میچسبونم. یکی این ور یکی اون ور. همین کارو با دستاشم انجام میدم. اول خمشون میکنم. یه خورده چسب. هر دو رو به هم میمالم. بعد میچسبونمشون. یه خورده باید دستاشون رو به بیرون باشه. آره نگاش کنید کم کم داره از آب و گل در میاد. حالا روی هر پا یه خورده چسب میزنم و بعد اونا رو زیر پاکت قرار میدم به این ترتیب. و در پایان یه دمم در پشتش. حالا اینا رو با یکی که چسبش خشک شده عوض میکنم و میرم مرحله بعد. رنگامیزیه. اول از همه چشاش رو رنگ سفید میزنم. ناخنای دست و پاش رو هم به همین ترتیب. بعد دماغش رو صورتی رنگ میکنم. صورتش و گوشاش.
رنگ بعدی آبیه برای رنگامیزی شلوارش. تا زیر صورتش رو آبی میکنم و این کار رو دور تا دور بدنش ادامه میدم. وقتی دارید پاکت رو رنگ میکنید باید بدونید که رنگتون غلیظ باید باشه. پس اصلا باهاش آب قاطی نکنید که رنگتون اون وقت به مقوا نمیچسبه. رنگ بعدی ما سیاهه برای موها، ریش‌ها و غیره. اول موهای دستش رو رنگ میزنم. بعضی جاها رو خالی میذارم تا دستاش واقعی تر به نظر برسه. پشت سرشم سیاه میکنم. دور سرش هم همینطور. روی سرش. داخل ماخلش هم رنگ میزنیم حسابی. همه جا رو سیاه میکنیم. سعی کنید یه جاهایی رو خالی بذارید تا بافت صورتش طبیعی تر به نظر برسه. اینجوری موهای صورتش هم طبیعی به نظر میرسه. خب حالا این پاگنده رو با یه پاگنده دیگه که رنگاش خوش شده عوض میکنم تا بریم به سراغ اجرای جزئیات بیشتر. ببینید. خیلی قوی به نظر میرسه. فکر کنم یه خورده قرمز برای دماغش بد نباشه. این رنگ خودش کنار سیاه بهتر به چشم میاد. من هرچی پاگنده توی فیلم ها دیدم دماغشون یه جورایی قرمز بودن. حالا سعی میکنم با انگشتم قرمز رو تو صورتی محو کنم. جدی میگم رنگامیزی با نوک انگشتا برام لذت بخشتر از قلمه. از همین رنگ برای رنگامیزی جیب روی شکمش هم استفاده میکنم. اول دهانه جیب و بعد جای نخ و سوزن. یه مقدارم ریزه‌کاری درست زیر دمش. این طرف هم همینطور. و بسیار خوب پاگنده ما آماده است. نگاش کنید داره براتون دست تکون میده. هی جعبه به کمکت نیاز دارم. ایده دیگه ای نداری؟ البته که دارم دوست من. میتونین پاکتشی رو به چیزای زیادی تبدیل کنی، مثل این واکینگ یا این ماهی گوشتخوار یا این دلقک خوابالو. آره بازم تونستم. راه‌های زیادی برای ساخت انواع کاردستی وجود داره. کافیه ذهنتون رو به کار بگیرید.